این شامی رشتی یا شامی پوکه که امروز میخوام بهتون آموزش بدم. بسیار شامی خوشمزه‌ای. سلام عزیزای دلم، به پیج فرزانه پناهی خوش اومدید. براتون امروز آموزش شامی رشتی یا شامی پوکو دارم که مراحلش رو با هم میبینیم. ما برای شروع این غذامون پیاز رو من هر مدل خرد کردید اشکال نداره. پیاز رو میریزم توی قابلمه. من میخوام تو زودپز گوشتم فرستم. گوشتم میریزم داخل قابلمه. خب یکم روغن میریزیم داخلش. اینا رو شروع میکنیم به تفت دادن کردن. خب من زردچوبه میریزم با کمی فلفل میریزم که گوشتمون بوی گوشتمون رو بگیره. همینجوری تفتش میدیم. تقریبا یک روز تفت میدیم پیاز و گوشت. خب گوشتمون که خوب تفت خورد با پیاز، آب جوشیده داغ رو میریزم روش، ولی زیاد آب پر نمیکنیم، به اندازه‌ای که یکم روش رو فقط بگیره کافیه. من داخل زودپز گذاشتم. توی قابلمه هم میتونید بذارید. هر وقتم دیدیم آبش کمه وسطاش کمی آب جوشیده داغ میدید. در زودپز رو من میذارم روش. توی قابلمه هم همین مراحل رو میتونید دنبال کنید. بعد سوپش هم میذارم، حرارتش رو روی متوسط میذارم. روی قابلمه هم به همین صورت باید بشه. خب لپه که 1 ساعت خیس خورده، آبش رو خالی کردم، میریزم داخل قابلمه که پخته بشه. بعد آب به اندازه کافی میریزیم که پخته بشه. اصلا دیگه وسطش آب نریزید. با همین آب تا آخر پخته میشه. لپمون در حال پختنه. همینجوری با شعله کم میذاریم تا آبش خشک بشه. سوت زودپز رو باز میکنیم، نگاه میکنیم، ببینیم آب داره. بعد هنوز آب داره ولی گوشتمون هنوز نشده. دوباره درش رو میذاریم رو شعله کم، پختش ادامه پیدا. دیگه این مرحله که لپمون پخته شده، سیب زمینی ها رو توش داخلش میریزیم که با خود لپه پخته بشه. هیچ آبی هم اضافه نمی‌کنم. درش رو میذارم پخته بشه. لپه و سیب زمینی من کامل پخته شده. آبش هم کاملا خشک شده. اصلا آبم نریختم. خالی میکنم توی سبد. خب گوشتم هم کامل پخته تو زودپز. اینم خالی میکنم تو سبد. میذارم اگه آبی داره کاملا آبشون بره و کاملا خنک بشه. بعد تو 1 2 3 یا مولینکس یا هرچی وسیله یا چرخگوشت چرخش میکنم. اینجا لپه و گوشت ما گذاشتیم که کاملا خنک بشه. یه زیرش هم یه صافی گذاشتم اگه آبی داشته باشه خالی بشه. بعد اینا رو داخل یا 1 2 3 یا میکسر یا با گوشتکوب یا با حتی گوشتکوب دستی یا با چرخ گوش، با هر چی که دم دستتون بود میتونید درست کنید. البته بعضیام با نخود این شامی رو درست میکنن، اونم خوشمزه میشه. با گوشت گردن، با گوشت راسته یا روم، اینا همه خوشمزه میشه. بعدم گوشت رو میریزیم با لپه و سیب زمینی و گوشت من داخل مولینکس میریزم، چرخش میکنم. همه رو به این صورت چرخ میکنیم. کاملا سرد شده من دارم چرخ میکنم. شامی رو بعد از میکس کردنش یه دونه تخم مرغ اضافه میکنیم. فعلا یه دونه اضافه میکنیم. بعد من کمی چوچاق و خالباش هم دارم، برای خوشمزه شدن شامی اون اضافه میکنم بهش. خیلی کم اینو میریزم.
کمی هم کالباش میریزم که قبلا خوش کردم، خیلی کم برای خوشمزگیش. شما میتونید گوشتم جدا بپزید، ریش ریش کنید داخلش بریزید اگه دوست دارید اونجوری. بعد یه کوچولو اگه زعفران دوست داشتید، اگه نشد اب نداره، یه کوچولو زعفران و فلفل. نمکش هم چون توی لپه نمک ریخته بودم نمکش خوب بودش. همه رو با هم دیگه هم میزنم، بعد میذارم توی یخچال 1 ساعت استراحت کنه. بعد از که ما این مواد رو هم زدیم توی یخچال گذاشتیم 1 ساعت، بعد در آوردیم. اگه دیدیم احتیاج به تخم مرغ داره، مواد خشکه، یه تخم مرغ دیگه تا 2 تا دیگه ما مجازیم که بریزیم. بعد از 1 ساعت ما مایه شامیمون رو از یخچال در آوردیم. حالا ببینیم که تخم مرغ بازم لازم داره بزنیم یا نه. نه دیگه تخم مرغ ما احتیاجی نداریم بزنه چون شل میشه. الان خوبه مایه ما. پس از مایه ما به اندازه به هر سایزی که دوست دارید زیر حرارت هم روشن میکنیم، روغن داغ بشه. وسطش رو میتونیم داخلش رو با دستتون یه سوراخ. همه رو به این صورت آماده میکنم. داخلش رو حرارت کم الان گذاشتم، ولی حرارت باید حتما متوسط باشه. کم بذارید خورد میشه شامیمتون. این با یه تخم مرغ جمع شدش. خب الان یه دونه کوکوها که شده برمیگردونم. من تمام شامی‌ها رو یک دور همه رو کامل در میارم، دوباره دور بعدی میزنم. اصلا شامی‌هامون خوب نشده، ببینید چه راحتی در میاد. شامی رشتی ما یا شامی پوک آماده شده. این شامی رو به مدل‌های مختلف درست میکنم، یا با گوشت چرخ کرده یا با نخود و لپه درست میکنم. ممنون از اینکه با ما بودی. شامیای خوشمزه ما داخلش به این صورت ببینید خیلی خوشمزه شده. اینم گوشتاشه.